رسیدگی به امور منزل از جمله فعالیت‌هایی است که کمتر درباره آن صحبت شده است. برخی بر این باورند که خانه‌داری فعالیتی روزمره است و فارغ از هر گونه تخصصی در چارچوب خانه انجام می‌پذیرد. شاید این تصور به دلیل انجام فعالیت‌های متنوع و بعضاً دشواری است که بابت آن پولی رد و بدل نمی‌شود و به اصطلاح در زمره یک فعالیت اقتصادی نیست. اما باید پذیرفت که خانه‌داری نه تنها یک تخصص و دانش به حساب می‌آید، بلکه فعالیتی ساختاری و راهبردی است که تعادل، نشاط، پویایی، حیات و دوام خانواده‌ها را تضمین می‌کند. معمولاً یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها به ویژه بانوان خانه‌دار پر کردن اوقات فراغتشون هست. راه اندازی مراکز کارآفرینی خانگی راهکاری است تا بانوان از توانمندی و خلاقیت خود بیشتر و البته بهتر استفاده کنند. در این مرکز آموزش‌هایی در 3 حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات به بانوان خانه‌دار عرضه می‌شود. برای کارهای گروهیه، چند گروه بشن که چند نفر بتونن یک کاری رو انجام بده، هم درآمد داشته باشه، هم بتونن امرار معاش کنن. تابلو سازی خیلی دوست داشتم، تابلوهای سه‌بعدی میرم. تو خونه‌تون کار انجام میدین؟ چه کاری؟ همین سبزی خورد کردن، شستن، پاک کردن. خوبه. بعد تو این کلاس‌ها چه چیزایی معمولا یادتون میدن؟ همین در مورد همین سبزی بود کلاسمون که مثلا چی کار کنین، مثلا چند گروه بشین، کار مشارکتی انجام بدین. کلاساش برای اولین بار بود، کلاس خوب بود در مورد اینکه کار خانگی، توسعه کارا بتونیم چجوری یه گروه رو تشکیل بدیم، بعد چجوری بتونیم که شروع به اون کاری که داریم توسعهش بدیم. همه اون خانوم ها و آقایونی که تمایل دارن در منزل خودشون یک کسب و کار داشته باشن به عنوان یک شغل و کسب و کار پایدار که بتونن ازش درآمد داشته باشن و اقتصاد خانواده خودشون رو توسعه بدن، میتونن تو این مجموعه کلاس ها شرکت کنن و با توجه به پتانسیل هایی که در خودشون احساس میکنن، حتی کسایی که فقط علاقه‌مند هستن، دانش تخصص خاصی رو هم ندارن، میتونن بیان ثبت نام کنن و با استفاده از کلاسایی که اینجا برای این عزیزان تعبیه شده و پیش بینی میشه بتونن یک مهارتی رو کسب کنن و این مهارت رو منتج کنن به یک کسب و کار پایدار که بتونن اقتصاد خانواده خودشون رو توسعه بدن. پرواضح است که آشنایی بانوان با آموزش‌های جدید نه تنها دارای وجهه و کارکردی اقتصادی است، بلکه زمینه و بستر شکوفایی خلاقیت را در میان جامعه بانوان خانه‌دار فراهم می‌سازد. کلاس‌های عملی ما بیشتر در 3 تا در حقیقت شاخه صنعت برمیگرده به هنرها و صنایع دستی، بیشتر بخش کشاورزی که کشاورزی در منزل هست، بحث مثل سبزیکاری در منزل، بحث مثل تولید قارچ و غیره که در منزل اتفاق میفته، حتی کشاورزی ایروپونیک یا کشت در هوا. بخش خدمات هست که یک بخشش به آیتی و فناوری اطلاعات برمیگرده و یک بخشش مثل صنایع جانبی مثل بسته‌بندی که حالا بسته‌بندی گیاهان داری، بسته‌بندی عسل و غیره. تیپ‌های مختلف شغلی هست که ان شاءالله دوستان اگر تشریف بیارن ما در خدمتشون هستیم و اینها رو دوستان بهشون توضیح میدن. همکنون 3 مرکز کارآفرینی در شهر تهران فعال هستند. انتظار می‌رود تا پایان مهر ماه امسال در مناطق 22گانه شهرداری تهران این مراکز راه اندازی شوند. مجید اکبری، خبرنگار شبکه خبر، تهران.